حالا نوبت توه. وای نه نور، اینجوری درست نیست. تحریرتو درست کن، محکم بخون. از اول شروع میکنیم. ببین. دیدی؟ بخون. مطمئنم میتونی. وای آفرین. بازم بخون. ادامه بده. آفرین. سامان، اینجا چی کار میکنی؟ چی کار میکردی؟ هیچی، اتاق نور رو تمیز میکردم. داشتم شال نور رو تا میکردم. خیلی خوب، باشه. اتاق که هنوز مثل قبله. زود باش کارتو تموم کن. باشه. بگو ببینم نور کجاست؟ راستش چیزی که الان ازت پرسیدم و جواب بده. نور کجاست؟ بگو. نور رو پشت بومه. رو پشت بوم؟ رو پشت بوم چی کار میکنه؟ این صدای آواز خوندن اونه؟ نه بابا. نه یعنی چی؟ میدونم حتما برای تمرین آواز رفته پیش آقای بابر. چند بار به این دختر گفتم که از آواز خوندن خوشم نمیاد، اما اون متوجه نمیشه. بذار برگرده، نشونش میدم، پشیمونش میکنم. سلما خانم، خدا رحم کنه. گلبهار خانم چه تقصیری داره؟ سوالی که ازت کردم جواب بده. سلما خانم، نور خوندن رو خیلی دوست داره. چشم کف پاش ماشاءالله خیلی خوب آواز میخونه. مگه مشکلش چیه؟ بس کن هیچی نگو. هر چی میشه ازش حمایت میکنی. حتما شکایت تو به ستاره جهان میکنم، اونم حق تو میذاره کف دسته. ایوا نه سلما خانم، اگه شکایت منو به ستاره جهان بکنی یا پوست منو میکنه. خیلی خوب، باشه این کارو نمیکنم. برو نور رو صدا کن. باشه. زود برگردی. خیلی خوب، باشه رفتم دیگه. آخر از دست این دختر سکته میکنم. خانم نور. چی شده سامان؟ سلما خانم صداتون میکنه. خاک بر سرم، به مادر گفتی من اینجامو دارم موسیقی تمرین میکنم. خب بهش گفتی درسته؟ برو باهات قهرم، دیگه باهات حرف نمیزنم. نه تو رو خدا خانم نور، این کارو نکن. به خدا بدون تو زنده نمیمونم. نه ترس، بادم جون بم آفت نداره. نور، ای خدا، مادر کلی سرم داد میزنه. مادر جون اومدم. نور زود باش بیا پایین. همش دارم صدات میکنم. سامان وقتی اومدی جایی نریا. دارم میام مادر. زود باش. این دختر به حرفم گوش نمیده.
اگه مادرت اینجا ببینته چی؟ میبینی؟ خواهر چانده چه قشنگ پایکوبی میکنه. آره ماشاءالله، بقیه هم سر انگشتش میچرخونه. خواهر چانده ماشاءالله خیلی خوب میرقصینا. یکی از هنرام رقصیدنه و 1000 دفعه هم بهت گفتم که منو خواهر چاندا صدا نکن، فقط چاندا خانوم. اگر که واقعا دلت میخواد یاد بگیری بیا تا خودم یادت بدم. نه سلمه خانوم منتظرته، حتما هم ناراحت میشه. زود باش برو. آره راست میگه، برو. سلما خانوم واقعا ناراحت میشه. برو. ولی این زن هیچ وقت نمیتونه عروس این خونه بشه. اون رقاصه است و یه رقاصه نمیتونه توی خونمون زندگی کنه. تو همیشه همراه هم میمونی نه؟ از اینجا برو بیرون. برو. اگه بخوای منو ترک کنی دلم میشکنه، ولی من به جز تو پشت و پناهی ندارم. ولی چی شده؟ نشسته خوابت برده بود؟ شما امروز نمیری سر کار؟ الان میرم. نمیدونم چطور یهو نشسته خوابم برد. اگه اشتباه نکنم فکر کنم شما داشتی خواب بدی میدیدی. نه؟ چرا این حرفو میزنی؟ آقا پیشونی عرق کردتون داره اینو به من میگه. شاید گرمم شده. هوا که خنکه. باشه ولش کن. بیا چایی بخور. ببینم پدر کجاست؟ کجا میتونه باشه؟ رفته شکار دیگه. الان است که برگرده. من با اون چایی میخورم. ولی جان شما گاهی هم باید با من وقت بگذرونی. همیشه یا با پدرتی یا سر کارت. گفتی وقت؟ اونم با تو؟ من همه زندگیمو با تو گذروندم زن. این کافی نیست؟ ببینم مگه الان خدایی نکرده پشیمونی؟ من این حرفو نزدم. فقط سوالی که پرسیدی و جواب دادم. نور معلومه کجایی، چرا اینقدر معطل میکنی؟ چندین بار بهت گفتم که اصلا دوست ندارم آواز بخونی دختر. اینا چیه؟ بازم لباسای چاندا رو که پوشیدی. چطور باید به تو بگم؟ از اینکه مادرتو ناراحت میکنی خوشحال میشی آره؟ اما مادر، خواهر چاندا دختر خالمه. مگه چی میشه من یه بار لباساشو بپوشم؟ و راستی یه چیز دیگه، خوندن روحمو آروم میکنه. میدونی استاد چی گفت؟ میتونم خواننده خوبی بشم. استاد گفت تو موسیقی هم آینده خوبی داری. کافیه دیگه. اصلا دلم نمیخواد صدای آواز خوندن تو بشنوم. اما آخه چرا مادر؟ نور چرا اینقدر باید برات یه چیزی رو تکرار کنم؟ تو متعلق به اینجا نیستی. من میخوام تو از اینجا بری و تو اصلا. مادر جان به خدا شما الکی نگران هستی. من اینجا خواهر یا برادر یا فامیلی ندارم. شما داری جلوی منو میگیری که با خواهر چاندام حرف نزنم. خودت بگو چی کار کنم مادر. همه یه روز اینجا زندونیم. نمیتونم نفس بکشم این پرنده. خدا مرگم بده. این حرفا چیه که میزنی دخترم؟ بیا اینجا. من مادرتم و پیشتم. بشین پیشم. بگو مشکلت چیه؟
بهم بگو قربونت برم. تو رو خدا به حرفام گوش میدی؟ آره که گوش میدم. بگو موضوع چیه؟ بذار برای دانشگاه درخواست بدم مادر. باور کن با نمره‌های خیلی خوبی قبول شدم. میتونم از بهترین دانشگاه شهرم پذیرش بگیرم. تازه میتونم بورسیه هم بگیرم. لازم نیست شما برای من هزینه کنی مادر بذار درس بخونم. به خدا درس خوندن رو دوست دارم. بازم ساکت شدی. همیشه این حرفا رو میزنی که بهم دلخوشی بدی مادر. تو هیچ وقت بهم اجازه نمیدی از اینجا برم بیرون. مدرسه و دبیرستان رو مخفیانه تموم کردم. نمرات خیلی خوبی گرفتم. اما حالا دلم میخواد اجازه بدی برم دانشگاه مادر. میخوام درس بخونم. لطفاً اجازه بده مادر. سلما خانم قبول کن. بچه دلش میخواد درس بخونه. دیگه ادامه نده سامان. حرف زدن با مادر دیگه فایده ای نداره. مثل همیشه جوابش به سوالای من سکوته. کاش پدرم زنده بود. حتما میذاشت برم. اگه اون بود حتما میذاشت برم. اما ظاهراً این خواسته من قراره یه آرزو بمونه. بمیرم. این آرزو رو به گور میبرم. کافیه. نیاز نیست اسم اونو بیاری. مادرت هنوز زنده است. بهت اجازه میدم که بری. میخوای درس بخونی؟ خب بهت اجازه میدم. واقعاً تو خیلی مهربونی. من از این درد ناامید نمی شوم. رفتم و نظاره کردم. فیض نمی توانم این قصه را تحمل کنم. طعم این عشق را چشیدم. وای چی شده؟ شاه دختمون خسته است؟ چی کار کنم ستاره جهان؟ خب تو همه مسئولیت ها رو به گردن من گذاشتی. درسته همه مسئولیت ها به گردن توه. تو این منطقه همه مهمونای ما برای دیدن تو میان اینجا. و تازه همه اونا با یک نگاه عاشق تو میشن. و این جایگاه هم فقط نصیب دخترای خوششانسه. من خیلی خوششانسم. وای من الهی قربون تو برم. من اومدم بهت بگم مراد علی خان چندین بار بهت زنگ زده. بیچاره داره برای دیدنت بال میزنه. نظر تو چیه؟ دعوتش کنم امارت؟ گفتی مراد زنگ زده؟ گوش کن چی میگم چاندا. مراد مهمون خیلی مهمیه ها. فقط مراقب یه چیز باش. ما فقط سرگرمشون میکنیم. نباید وابستشون بشیم ما. من نمیدونم منظورت چیه ستاره جهان. چطور ممکنه چاندا به کسی وابسته شه؟ حق با توی عزیزم.
موضوع اینه که دل آدم یه مقدار قضیه‌اش فرق میکنه. باید خیلی مراقب دلت باشی یا؟ خب نگفتی بالاخره مراد علی خانم دعوت کنم امارات؟ از اینکه عاشقامو اذیت کنم لذت میبرم. دعوتش کن بیاد. بیچاره خوشحال میشه. دیگه میخوام بخوابم. باشه تو فقط استراحت کن. ترتیب باقی چیزا با من. شنیدی ولی؟ حرفای دخترتو شنیدی؟ فکر میکنه اگه پدرش زنده بود میتونست بیشتر از این درس بخونه و به رویاهایی که داره برسه. اما اینو نمیدونه که پدرش نمرده و زنده است. تو وقتی خیلی بهت نیاز داشتیم ما رو تنها گذاشتی و رفتی. اما تقصیر من چیه یا تقصیر دخترت؟ نیازهای من باعث شد از خط قرمزایی که داشتم رد بشم. هیچی ازت مخفی نکردم، اما شبیه یه اشتباه منو فراموش کردی، چون آدمای معصومی مثل تو نمیخوان این چیزا رو به یاد بیارن. اما نگران نباش، من یا دخترم هیچ وقت نمیایم جلوی خونت. اگه ما رو فراموش کردی یادت باشه ما هم هیچ وقت با تو کاری نداریم. فقط بدون که تو خیلی بی‌وفایی، خیلی بی‌وفایی. از خدا میخوام که هیچ وقت من و دخترمو محتاج تو نکنه تا ما هم مجبور نشیم جلوی تو ظاهر بشیم و باعث بدنامیت بشیم. آفرین، زدش. بودو بگیرش. بودو. آقا عالی بود، دمش فدای تو بشم. آقا سلام علیکم. علیک السلام. برادر عزیز، شما آدم باهوش و تحصیل کرده ای هستی. نمیدونی که نباید تو این فصل پرنده ها رو شکار کرد. این فصل برای شکار خوب نیست. اگه الان پرنده ها رو بکشی نسلشون منقرض میشه. سلطان خان عرض شود، من مهمان داشتم، اون منو آورد اینجا. من خیلی شرمنده شما. تو که میدونستی، چرا بهش نگفتی؟ ببخشید آقا، نفهمیدی. غلط کردم آقا. من بازم شرمنده شما. ببخشید آقا. اگه تو این فصل شکارچی رو بگیرم حتما تحویل پلیسش میدم. تو مرد محترمی هستی. فقط امیدوارم دیگه تکرار نکنید. به روی دیده ها. خیلی خوب، شکار رو بیار و بذار آقا مالک بره. من بازم شرمنده شما سلطان. اجازه بدین دستتون رو ببوسم. من مخلص شما. یه بار گم شد، من اخبار کردم. دوستم داره؟ دوستم نداره.
دوستم داره؟ دوستم نداره. دوستم داره. دوستم نداره. بشرا چه خبره؟ سرنوشتم رو پیدا میکنم. کندن این گلبرگا سرنوشت کسی رو مشخص نمیکنه دخترم. برای اون باید نقشه داشته باشی. مامان جان، من از سرنوشت و تقدیر چیزی نمیدونم. فقط اینو میدونم که مازیار رو خیلی خیلی دوست دارم. من بدون اون میمیرم مامان. چیه؟ چرا ساکت شدی؟ داشتم فکر میکردم. با پدر بزرگت حرف میزنم. اون اگه تصمیم بگیره بقیهش دیگه مشکلی نداره. هر کاری میخواین بکنی. من که دیگه تصمیممو بهتون گفتم. منم همین آرزو رو دارم دخترم. نگران نباش. هر چیزی که اراده کنی اتفاق میافته. بیا بریم که صبحونه سرد میشه. پدر بزرگت هم داره میاد. زود باش. دوستم داره؟ بازم دوستم داره. فقط منو دوست داره. گود مورنینگ پاپا. سلام علیکم. علیک السلام. چند بار بهت گفتم که باید سلام کنی. گود مورنینگ چیه؟ بیا یکم از این بردار. ممنون. بشرا جان. مامان این نیمروه. تو که میدونی من رژیم گرفتم. نمیخورم. ببین عزیزم، رژیمو بذار برای بعد. صبحونه‌تو باید درست بخوری. نشنیدی بزرگترا چی میگن؟ صبحونه رو همیشه باید شاهانه و مفصل بخوری. بس دیگه مامان جان. زمونه عوض شده اما تو هنوز توی گذشته گیر کردی. نمیفهمم این چه درج صحبت با مادرته؟ عذر میخوام. ولی خان اون بچه‌ست. بعداً میفهمه. تو رو خدا اول صبحی خلق خودتو بچه رو تنگ نکن. به خاطر اینکه تو لوسش کردی به بزرگتر احترام نمیذاره. سلام علیکم. و علیکم سلام پدر بزرگ. سلام علیکم. بشینین بابا جان. بفرمایین. چی شده امروز گیر کردی پدر جان؟ اگه تو این فصل مراقب شکارچیای آموزش ندیده نباشم، اون وقت ممکنه نسل این پرنده های بیچاره رو از بین ببرن. این پرنده ها از 1000 کیلومتر اون طرفتر از سیبری با 1000 زحمت میان به کشورمون. منم به اندازه کافی اذیتشون میکنم. یعنی پدر بزرگ امروز شکار نکردی؟ چرا؟ هم شکارچیا و هم شکارشون رو شکار کردم. امروز میتونی درستشون کنی. بله پدر جان. خب دخترم، درباره نمراتت بهم بگو. پدر جان، نمرات خیلی کمی گرفته. فکر نمی کنم دانشگاه‌های خوبی پذیرشش کنن. ولی خان چی داری میگی؟ میدونی که بشرا مریض بوده بچه. اگه امسالو یکم تلاش کنه اونم میتونه برای دانشگاهی که مازیار رفته پذیرش بگیره. اونم پذیرش میگیره، چرا نتونه بگیره آخه؟ هر وقت بخواد میتونه پذیرش بگیره. خیلی دوستتون دارم پدر بزرگ. دیدین فقط پدر بزرگ منو دوست داره، شماها خیلی بدین. پدر جان، من باید برم. باید یه سری به زمینا بزنم. باشه، مرادم با خودت ببر. باشه چشم. شریفه، اون پرنده ها رو بپس.
سلام علیکم خاله. و علیکم السلام. مادر و دختر یهو بی خبر کجا رفتین؟ همه جا رو دنبالتون گشتم. شیرینی برای چیه؟ این که مهم نیست. بفرما بخور، شما بفرما. زود باش، خبر خوبو به هم بگو. خاله من پذیرش گرفتم. اونم پذیرش از بهترین دانشگاه شهر. بخور. نور، تو برو داخل عزیزم. زود باش، برو. نور راست میگه. سکوتت ثابت میکنه هر چی که الان به هم گفته حقیقت داره. به نظرت مشکلش چیه؟ یعنی به نظرت هیچ ایرادی نداره؟ وای، این یعنی اینجا باشی و هر کاری دلت میخواد بکنی. ما هم بهت اجازه بدیم و قوانین اینجا رو ببری زیر سوال. من برای تربیت دخترم نیاز به اجازه شما ندارم. ماشاءاللهت باشه. سبحان الله. توی عمارت ستاره جهان زندگی کنی و اجازهش هم نیاز نداشته باشی. کافیه. هر چی گفتی کافیه. هر کاری دلت خواست انجام دادی و اصلاً هم نظر منو نپرسیدی. انگار که من نیستم. دخترتو تو این عمارت نگه داشتی و حالا یه داستان جدید درست کردی. توی عمارت ستاره جهان اسم دانشگاه و درس خوندن میاری. ماشاءالله. بسه دیگه. به خدا که دیگه نمیتونم تحمل کنم. من هیچ وقت تو کارهایی که داشتی دخالت نکردم و نمی کنم. من فقط میخوام دخترم مستقل باشه و بره دانشگاه و درس یعنی بخونه. میتونه هم مستقل باشه هم پیش ما کار کنه؟ اینجا پیش ما باشه بیشتر در میاره. مثلا میخواد بره شهر مستقل بشه، چه غلطی میخواد بکنه؟ ساکت شو. دیگه نمیخوام هیچ وقت این حرفو درباره دخترم بزنی. تو رگای اون خونه خانواده شریفه. بسه تو رو خدا. هی تو سر ما میزنی خانواده شریف، خانواده شریف. این همون خانواده شریفی نیست که جناب عالی دخترتون رو اصلا قبول نکرده بود؟ خودت هم میدونی چرا، چون تو یه رقاصه بودی. و حالا داری ادای مادرای مهربون رو در میاری چون که شاید ولی خان بخواد تو و دخترتو قبول کنه؟ اینا همه خیالاته سلما جان. कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है مادر چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ نگام کن. نه عزیزم، گریه نمی کنم. یه چیزی رفته تو چشمم، به خاطر همین چشمم داره اشک میاد. فهمیدم. خاله چیزی بهت گفته؟ عزیزم چرا چیزی بگه؟ چیزی نگفته. خودم خوب میدونم مادر. خواهرچاندا درس نخونده و حالا خاله دوست نداره من درس بخونم. آره؟ نه عزیزم اینو نگو، اون بزرگتره. تو نباید بهش چیزی بگی. وای، چون بزرگتره هرچی دلش خواست بگه. به چه حقی گریت انداخته؟ میرم باهاش حرف بزنم. نه نور، تو چیزی بهش نگو. اما چرا مادر؟ عزیزم اون به همون لطف کرده و اجازه داده اینجا بمونیم. مادر زمین خدا وسیعه، میتونیم هر جا دلمون خواست زندگی کنیم. اصلا دلم نمیخواد همچین جایی زندگی کنم. هر روز کلی آدم میاد اینجا و منم چون یه دختر جوونم تمام روز باید توی اتاقم بمونم. دختر عزیزم، این سقف برای ما خیلی اهمیت داره. تو نمیدونی عزیزم، این دنیا
خیلی ظالمه، خیلی ظالم. ما در این دنیا به نظر من که خیلی قشنگه. اگه جاییم بد باشه دقیقاً همینجاست. باشه نور، برو کتاباتو بگیر، سامانم با خودت ببر. باشه تو باید بری دانشگاه. به سامان میگم، شاید اون بتونه کتابا رو برام بگیره. باشه برو. اما دیگه نبینم گریه کنی ها. گریه نمی کنم. قول دادی؟ باشه. خدا مرگم بده، چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟ خیلی میترسم سامان. برای اولین بار میرم دانشگاه. کلی آدم اونجاست که نمیشناسمشون و نمیدونم چطور با هم رفتار این میکنن. خیال بابا، من خیلی چیزا دیدم. دخترها و پسرهای زیادی توی دانشگاه، کلی هم بهت خوش میگذره. منم اتفاقا از همین میترسم. چه نفوذ بد میزنی تو هم؟ واسه چی میترسی؟ وقتی بری دانشگاه کلی دوست خوب پیدا میکنی و دیگه عمرن دلت نمیخواد برگردیتون خراب شده. تو خیلی خوبی. سری مشکلات منو با یه بشکن زدن حل میکنی. تو میتونی با من بیای؟ ایوا، چی داری میگی تو هم؟ اگه منو با تو ببینن کلی بهت توهین میکنن. نه نمیام. بیا. نه زود باش، بیا دیگه. شابو جانم خانوم. ببینم امروز چرا انقدر اینجا ساکته؟ پس بقیه کجان؟ والا چی بگم، شما خبر ندارین دیگه. بگو چی شده؟ والا خانم نور قبلا دانشگاه ثبت نام کرده و امروز هم رفته دانشگاه. چی؟ بله. و ببینم ستاره جهان اجازه داده؟ خانم موافق نبودن، اما سلما خانم گوشش به این حرفا بدهکار نبوده. آخه چطور ممکنه؟ این همه اتفاق افتاده و هیچ کس هم فکر نکرده که باید با منم مشورت کنن؟ والا خانم چی بگم به خدا، اما به نظر من اینجوری امارت ما شهرتشو از دست میده. ستاره جهان کجاست؟ نه دیگه، تو برو منم میام، خیالت راحت. خیلی خوب باشه، خودم میرم، تو هم برو به سلامت. سامان حالت خوبه؟ سامان آی. خوبی؟ خیلی متاسفم صدمه که ندیدی؟ صدمه ندیده؟ وقتی توی این ماشین گنده ها میشینی فکر میکنی کسی هستین و آدم و عالم حشرن؟ من واقعا قصدم این نبود، متاسفم. آقای محترم، با گفتن متاسفم چیزی درست نمیشه. و در ضمن بعد از اشتباه کردن گفتن معذرت میخوامم خیلی آسونه آقا. ببینین خانم، درسته من اشتباه کردم، ولی خب اینم قبول کنین که ایشونم وسط خیابون وایساده بودم، منم نتونستم ماشین رو کنترل کنم. آره همه چی تقصیر ما آبرای پیاده است. وسط خیابون حرف میزدیم، مسخره است. اشتباه کردی و قبول نمی‌کنی دیگه. خانم نورجان، من حالم خوبه، خودتو نگران نکن. چرت و پرت چرا داری میگه؟ سامانو بهت زده. ببین من خوبم، نگران من نباش. خیلی خوب، بس دیگه، بیا برگردیم خونه بریم. ببین این اولین روز دانشگاهته، گفتم که من حالم خوبه، نگران من نباش، برو به درست برس. اشکالی نداره من میتونم هر جایی که بخوایم برسونمتون. خیلی متشکرم آقای محترم، با خودمون میریم. سامان زود باش، بیا بریم خونه. ای بابا من که گفتم برو به درس و دانشگاهت برس، من حالم خوبه، نگران من نباش، برو. مطمئن باشم حالت آره خوبه. بابا میبینی که سالمم، برو نگران نباش. خداحافظ. तुम चले